سرخط خبرها. تعدیل ماده 6 شناسنامه‌های برقی از سوی رئیس جمهور. خواست سفیر افغانستان در اسلام آباد از کشورهای عضو ایکو به منظور رسیدن افغانستان به صلح پایدار. و افتادن اداره یکی از راه‌های مهم مواصلاتی شهر موصل به دست ارتش عراق. رئیس جمهور غنی ماده 6 قانون شناسنامه‌های برقی را تعدیل کرد. ارگ ریاست جمهوری میگوید در نشست کابینه که روز پنجشنبه به ریاست اشرف غنی رئیس جمهور برگزار شده بود، رئیس جمهور طی فرمان تقنینی تعدیل ماده 6 قانون شناسنامه‌های برقی را توشیح کرد. دفتر رسانه‌های معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که در جلسه‌های روز پنجشنبه شورای وزیران طرح تعدیل ماده 6 قانون ثبت و احوال نفوذ در مورد شناسنامه‌های برقی مورد تایید قرار گرفته و از سوی رئیس جمهور طی فرمان تقنینی توشیح شد. ماده 6 قانون ثبت و احوال نفوذ در مورد شناسنامه‌های برقی یکی از ماده‌های جنجالی بوده که روند توزیع شناسنامه‌های برقی را به تعویق انداخت. دلیل اصلی توقف توزیع شناسنامه‌های برقی گنجانیدن کلمه افغان به جای ملیت اقوام بود که برخی ها باور داشتند این واژه متعلق به یک قوم خاص است. بر اساس این فرمان به این معضل نقطه پایان گذاشته شد و در کنار کلمه افغان ملیت و قومیت افراد نیز در شناسنامه‌های برقی ذکر خواهد شد. مجلس نمایندگان هم پیش از این طرح را تصویب کرده بود که به جای ملیت کلمه افغان باید در شناسنامه‌های برقی گنجانیده شود. توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی که یکی از تعهدهای سران حکومت وحدت ملی بود، نزدیک به 6 ماه است که از توقف اولین فعالیت آن می‌گذرد. دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری تاکید کرده است که با فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده 6 قانون ثبت احوال نفوذ موانع بر سر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را برداشته و به زودی توزیع این شناسنامه‌ها شروع خواهد شد. سفیر افغانستان در اسلام آباد پاکستان از کشورهای عضو سازمان ایکو خواست برای آوردن صلح پایدار باید بین کشورها اعتماد سازی شود تا کشورها به این هدف مشترک دست یابند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان که در 13مین نشست کشورهای سازمان ایکو به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده بود گفت وابستگی‌های اقتصادی منطقه‌ای میتواند زمینه‌ساز صلح و ثبات پایدار در منطقه شود و برای این کار باید سیاست‌ها تغییر کند و میان کشورها اعتماد به وجود آید تا صلح و امنیت در منطقه تأمین شود. سفیر افغانستان از کشورهای عضو خواستار برداشتن موانعی شد که فراروح سازمان همکاری‌های اقتصادی قرار دارد. او پاکستان را به سرکشی از تعهدات سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو متهم کرد و گفت از حدود 2 هفته بدین سو پاکستان مرزهایش را مسدود کرده و باعث مشکلات فراوانی برای مردم عام و زیان بازرگانان در هر دو طرف مرز شده است. او از پاکستان خواست برای بازگشایی گذرگاه تورخم تلاش جدی کند. سفیر افغانستان از پروژه‌های اقتصادی کاسا 1000 توتا و خطهای آهن نام برد. افزود این نشان دهنده تعهد افغانستان با کشورهای منطقه و سازمان‌هایی که افغانستان در آن عضویت دارد میباشد. سازمان اقتصادی ایکو برای نخستین بار توسط کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1333 به هدف همکاری اقتصادی در منطقه پایه‌گذاری شد و حالا افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان نیز عضویت این سازمان را دارند. نظامیان عراق میگویند که آنان اداره یکی از راه‌های مهم در شهر موصل را تحت اداره خود درآورده‌اند. به گفته آنها با مسدود کردن این گذرگاه فعالیت‌ها و دسترسی گروه داعش در شمال غرب موصل قطع خواهد شد. رویترز به نقل از یک ژنرال عراقی گزارش داده است این راه که شهر موصل را به تل افر وصل می‌کند در اداره ارتش عراق است. این منطقه در 40 کیلومتر شهر موصل و مرز کشور سوریه قرار دارد و یکی از مهمترین پایگاه‌های گروه داعش محسوب می‌شد. به گفته منبع در بازپسگیری این گذرگاه نیروهای بسیج مردمی نیز در کنار ارتش عراق می‌رزمیدند. نیروهای بسیج مردمی پس از پیشروی‌های گروه داعش در عراق در سال 2014 شکل گرفت. این جاده کلیدی در حالی به دست نیروهای دولتی عراق اداره می شود که عملیات پاکسازی داعش با کمک هوایی ائتلافی به رهبری آمریکا با نیروهای عراقی حدود 1 ماه می شود که در این مناطق راه اندازی شده است. در این عملیات نیروهای عراقی تا اکنون موفق شدند تا اداره یک پایگاه نظامی، میدان هوایی بین المللی و شماری از بخش‌های مردم نشین را با بیرون راندن داعش در دست بگیرند.